در شهر وین پایتخت استریا مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی ادامه دارد و به گفته دیپلمات‌های غربی حساس و حساس‌تر می‌شود. بنا به گزارش‌ها ایران در فرصت‌های آخرین مذاکرات خواسته است که در عوض محدود کردن فعالیت‌های اتمی‌اش تمام تحریمات بین‌المللی علیه خرید و فروش تسلیحات معمولی و موشکی ایران برداشته شود، ولی قدرت‌های جهانی به این شرط موافق نیستند. درباره جریان مذاکرات امروزه صحبتی داشتم با همکارم حنا کاویانی، خبرنگاری رادیوی فردا که در شهر وین مذاکرات اتمی را پیگیری می‌کند. حنا، لطفاً اول درباره تحولات امروزه میگفتی که چه شد و چه گذشت؟ بله، امروز کمی روز آرامتری رو ما در وین شاهد خواهیم بود به دلیل اینکه بیشتر وزرای خارجه گروه 5+1 که با ایران مذاکره میکنند به پایتختاشون یا به جاهای دیگه رفتند، اما اینجا در وین وزیر خارجه ایران، همتای آمریکاییش و همچنین رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی کار رو ادامه میدن به همراه معاونان و کارشناسانشون و کارشناسان و معاونان سایر کشورها. امروز کار ادامه پیدا میکنه تا شب که وزرای خارجه بار دیگه کم کم به هتل کوبورگ، محل برگزاری مذاکرات در مرکز شهر وین بیان و شاید بتونند که در فرصت باقی مانده که به خود دادند به یک توافق جامع بر سر برنامه هسته ایران دست پیدا بکنند. و هنوز اختلافات نظر در کدام مسائل باقی مانده است؟ کمی اختلاف درباره ماندن یا نماندن تحریم ها درباره صدور تسلیحات متعارف و نه غیر متعارف به ایران هست. موضوع موشک های بالستیک که مطرح کردید بسیار کمتر شنیده شده. حداقل ما میدونیم که از طرفهای مختلف درباره فروش تسلیحات و ممنوعیت فروش تسلیحات شنیدیم، اما بالستیک رو کمتر درباره‌اش صحبت کردن. تنها یکی دو خبرگزاری به نقل از یکی دو مقام غربی راجع به این موضوع صحبت کردن که مشکل آفرین بوده. موضوع دیگری که مسئله‌ای که درباره‌اش صحبت میشه مسائل مربوط به برنامه هسته ایران هست، اینکه برنامه تحقیق و توسعه چگونه ادامه پیدا بکنه، اینکه برنامه هسته‌ای ایران در سالهای دیرتر توافق، مثلا سالهای 10 و 15 چگونه تحقیق دربارش انجام بشه و چگونه پیشرفته تر بشه و گسترش پیدا کنه، چرا که ایران میگه نمیخواد برنامهش به محدودیتی که در سالهای آینده مثلا تا 10 سال آینده قبول میکنه که محدود بکنه در این سطح بمونه و میخواد که برای اونطوری که میگه مصارف پزشکی و مصارف صلح‌آمیز این برنامه رو گسترش بده، مثلا برای تولید برق. اما از همه این چالش ها مهمتر باید به این موضوع اشاره کرد که به هر حال ایران و 5+1 هر دو طرف در حال تهیه برنامه‌ای برای شاید 1 یا 2 دهه آینده هستند. از همین جهت این موضوع بسیار حساس هست که اگر توافقی صورت بگیره باید آنقدر محکم باشه و آنقدر همه جزئیات رو در نظر گرفته باشه که پس از اینجا به بعد اگر توافق حاصل بشه طرفین با مشکل مواجه نشند، اون چیزی که در فارسی میگیم مولای درز این توافق نره. برای همین تلاش زیادی دارن میکنن که همه این جزئیات رو مو به مو روی کاغذ بیارن و اونطور که گفته میشه آنچنان موضوعاتی نیست که نشه بر سرش توافق کرد. یک مقام غربی گفته بوده که این مذاکرات به دلیل اینکه ما الان حدود 2 هفته است این مذاکرات رو میبینیم که ادامه پیدا میکنه و حدود 2 ماه بیشتر این مذاکرات ادامه پیدا میکنه و مقام غربی گفته بود که این مذاکرات به این شکل تا ابد نمیتونه ادامه پیدا بکنه. اما روز گذشته اینها به فکر ادامه بودند، تمدید کردند مهلت خودشون رو برای اینکه فکر میکنن که شانس دستیابی به توافق جامع بسیار زیاد هست. یعنی امیدواری زیاد است که ممکن است طرفات تا آخرین هفته بعد توافق برسند یا احتمال بی‌نتیجه انجام یافتن این مذاکرات طولانی نیز وجود دارد؟ حقیقت اینه که اون چیزی که ما خیلی بیشتر میشنویم، درصد بسیار بالایی از اظهار نظرهایی که میشنویم، چه به صورت رسمی چه غیر رسمی، چه تحلیلگران و خبرنگارانی که اینجا از نزدیک دارن دنبال میکنن، همه بر این باورن بیشتر که شاید درصد بسیار بالایی بشه گفت بیشتر که این مذاکرات
اگر به نتیجه نرسه و اگر نتیجهش یک توافق جامع نباشه شگفت انگیز خواهد بود. هزینه سیاسی و دیپلماتیکی که شده، هزینه انسانی که شده، صدها نفری که درگیر هستند برای به نتیجه رسوندن این مذاکرات، در نتیجه به نتیجه نرسیدن این مذاکرات بسیار شگفت انگیز خواهد بود. اما مشخص است که در یک روند دیپلماتیک در این سطح مطمئناً همیشه جای اما و اگر وجود داره و همیشه احتمال هر گونه اتفاقی وجود داره و باید منتظر بود. حال ما تا روز جمعه هم کار رو ادامه میدیم و منتظریم تا ببینیم که این مذاکرات ها یا به یک توافق جامع منتهی میشه یا خیر. تشکر. همکارم حنا کاویانی، خبرنگار رادیوی فردا از شهر وین پایتخت استریا صحبت میکرد.